برادر عزیزم در دینتون صبور باشید. صبر کنید. بدون صبر عقیده داشتن، دین داشتن ناممکن است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر بکن چگونه که اولو العزم از همه پیامبران بزرگ صبر کردن. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم. همه این علمای بگم همه این انبیاء رسول بزرگترین به صبر دینشون نگاه داشتند و به دین وفات کردند. صبر بکنید. بدون صبر دیگر راهی نیست. صبر جمیل. برای همین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. با صبر کردن و یقین داشتن در عقیدت. یقین میکنی در عقیدت و همه با صبر کردن میستی، همه شبهات این کار میکنی، به علم میستی، درجه امامت، درجه بالاترین انسانیت امام اهل توحید میشوی. کسی نباش. صبر و یقین و این در اساس علم به وجود میاد و در اساس صدق. برای همین شرط لا اله الا الله اول علم است. علم بعد یقین میکنی، باور میکنی، 100% علم، بعد همین علم یقینت به صادق میشی و اخلاص میکنی، همه چیزی اومده را قبول میکنی، عمل میکنی. انا همین خودش تو را دیگه انشالله انا همین منهج به همین صادقیت و به همین علمت الله سبحانه و تعالی تو را نگاه میداره. بارک الله فیکم.